و F86 به جاش اومد که مدل سوپرسونیک بود. هنوز موتور جت اونجور به تکامل و بلوغ نرسیده بود، به طوری که قدرت دادن به موتور دیلی داشت. شما وقتی موتور رو اضافه میکردید موتور همزمان با تراتل با دست گاز جون نمیگرفت، دیلی داشت. همین دیلی باعث میشد که چند بار اینا تو پرواز به هم بزنن. حتی یه بار سوتوان یکم ایزدستا اومد پوزیشنش رو عوض بکنه توی یکی از نمایش‌ها، زد به دوم تیمسار جهانبانی که با چه سختی تیمسار جهانبانی تونست هواپیماشو بیاره بشونه. یعنی اگر جهانبانی کسی دیگه تو اون هواپیما بود سانحه میداد. اعلیحضرت همایون شاهنشاه به علت علاقه خاصی که به امور هواپیمایی دارند و برای تشکیل خلبانان در این نمایش حضور یافتند. اولین تیم آکروجت 5 فروندی یا یه موقعی حتی 4 فروندی پرواز میکردن. مانورایی که میکردن تمام مانورایی بود که در پرواز فرمیشن معمولا انجام میشد، ولی در آکروجت اینا فشرده تر، بسته تر و اصولا آکروجت یعنی یه سری پرواز که تمامش جلوی دید تماشاچی باشه، این میشه آکروجت. هواپیمای جتی که با سرعت زیاد داره پرواز میکنه باید مانورایی رو انتخاب بکنه که این مانورا از شروعش تا خاتمش در دید باشه، هیچی از دید بیرون نره. به همین دلیل مانورایی که میکردن مانورایی بود که تو این فریم جا بگیره. آکروجت نشون دهنده تخصص یک خلبانای شکاریه. آکروجت نشون دهنده تخصص مکانیسیانایشونه که این پرنده رو جوری سرویس کنن، آماده پروازش بکنن که در مدت نیم ساعت که تحت فشار هستش، برای اینکه مانورها کامپکت بشه، فشرده بشه، فشار زیادی تو از شروع پرواز تا خاتمه روی این هواپیما هست. تخصص مینتیننسمون، نگهداری و تیم تعمیرات و نگهداریمون نشون میده، دلسوزی اونا رو نشون میده، تخصص خلبانا رو نشون میده، تبحرشون رو نشون میده. و این تخصص و تبحر رو کسی که اهل اینه میفهمه. داشتن یه هواپیما ملاک نیست، بهره برداری از اون هواپیماست که مهمه. فرض بفرمایید کشورهایی هستن پیشرفته ترین وسایل رو دارن ولی خودشون نمیتونن اینا رو عملیاتی بکنن، یه کشور دیگه باید براشون انجام بده. اون کشور اگه به دلیلی انجام نده اینا میمونن، نمیتونن اون کارو بکنن. ما اینجوری نبود، ما خودمون احتیاجی نداشتیم کسی برای ما آپریت، خودمون میکردیم این کارو.